خب اینجا فروشگاه پنی هست، یکی از سوپرمارکت های معروف آلمان که قیمت های خیلی مناسبی داره. بریم داخلش ببینیم. خب اینجا سوپرمارکت پنی هستش، یکی از سوپرمارکت های معروف کشور آلمان هست که قیمتش یه مقداری نسبت به سایر سوپرمارکت ها پایین تر هست. اینجا بخش سبزیجاتش هست. کاهوها، سیب زمینی، قیمتاشون هم پایین محصولات زدن. مثلا اینجا این فلفل دلمیا رو که 3 تا رنگ هست و قیمتشو زده 1 یورو و 49 سنت. این ذرتاشون هست. ذرت قیمت بیو زده. خب اینجا محصولاتشون یه سری از محصولاتشون بیو هست، یعنی از مواد شیمیایی استفاده نشده توی تولیدش. این قیمتش 400 گرمه. ذرت رو زده 2 یورو و 29. هویجا همینطور، هویجا هم مثلا بیو هستش. این کدوهاییه که برای شب هالووینشون و کلا توی آلمان خیلی زیاد استفاده میکنن و توی پاییز که باش سوپ درست میکنن و حالا یا دسر خیلی زیاد اینجا هست. گردوهاشون هم بسته بندی شده است. والنوس به آلمانی میشه والنوس، یعنی گردو. زنجبیل. اینجا پلاستیک دیگه گذاشتن، خودتون برمیدارید و دیگه خواستید میرید با ترازو اونجا میکشید و بعد هم میرید صندوق حساب. اینجا فروشنده هاشون هم که همشون پنی رو دارن. اینجا محصولات دیگه شون هست که اینجا گذاشتن، انواع اقسام نان هاشون و تنقلاتشون اینجا هست. انواع چیپس ها. انواع چای ها با طعم‌های مختلف اینجا گذاشتن. کاکائو برای صبحانه. بیشتر بچه ها خیلی دوست دارن استفاده کنن برای صبحانه. اینجا قسمت شکلات هاست. خب دیگه میدونید که توی اروپا خیلی انواع اقسام شکلات ها رو دارن. مثلا این مارک رافائلا خیلی معروفه و خیلی خوشمزه از شکلاتاش. 3 یورو و 69. کیرشه با طعم گیلاس. شکلات‌های تافی شاید توی خب بالاخره ایران هم خیلی شکلات ها رو میارن. اینا هم خیلی خوشمزه از شکلاتاش. 1.49. شکلات مرسی که حتما توی ایران هم احتمالاً دیدید. دوپلو. شکلاتشون بیشتر با نارگیل، خیلی داخلش فندق خیلی استفاده میکنن، با مغزیجات درست میکنن. خب شکلات اصل دیگه. خب یه سریاشون خب شکلات تلخ استفاده میکنن، حالا با درصد 70%، 80%، بستگی به ذائقه‌شون داره.
یه انواع کاکائوها، حالا بیسکویت های شکلاتی اینجا میتونید ببینید. مارک کیت کت هم اینجا هست. مارک میلکا هم خیلی معروفه اینجا. با رنگ بنفش هستش. این شکلات هاشون وایس نوس، شکلات سفید، کاکائوی سفید با طعم تمشک. اینجا هم شکلات های دیگرشون. پاستیلاشون که خب خیلی بچه ها خیلی دوست دارن. انواع پاستیل. یا حالا اینایی که خیلی دوستدار شکلاتن اینجا دیگه میتونن حسابی از انواع شکلات استفاده کنن، لذتشو ببرن. اینجا هم با اقسام مارمالاد حالا یا مربا و عسل هاشون رو قرار دادم. خیلی مربای توت فرنگی و تمشک خیلی استفاده میکنن توی آلمان. اینجا عسل هاشون هست با قیمت های مختلف گذاشتن. گلوتن هانیش حالا از گل های مختلف، مارک های مختلف دارن. مثلا مربای اربری با توت فرنگی هست. اینجا بخش پروتئینی و گوشتاشون هست. انواع گوشت مرغ و گوشت گوسفند، گاو و گوساله و گوشت خوک. فیله گوشت گوساله. یعنی اینجا همش بسته بندی و فریز شده است که تهیه میکنم با قیمت های متفاوت. بستگی داره از چه نوع گوشتی بخوان خرید کنم. انواع سوسیس ها هست. گوشت چرخ شده. کالباس ها. این بخشش بیشتر کره هاشون رو گذاشتن. انواع اقسام کره ها، قیمت هاشون گذاشتن. بوتا حالا بستگی داره. بعضی از کره ها رو مثلا فقط مصرف برای پخت و پز استفاده میکنن، بعضیشون خب کره های صبحانه هم هست. این بخش پنیرها هست. کز پنیر. خب دیگه اینجا هم انواع اقسام پنیرها، پنیر ورقه‌ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا،
پنیر پارمیزان دیگه، انواع اقسام پنیرها که خب خیلی توی اروپا خیلی به پنیر علاقه دارن و انواع اقسام پنیرها رو استفاده میکنن با طعمای مختلف. حتی از پنیرهای کپک زده هم خیلی توی سبد غذاییشون دارن و استفاده میکنن. این پنیرهای فیلادلفیا خیلی چرب هستش و خیلی خوشمزه است برای صبحانه. پنیر خامه‌ای و این قسمت مولش پرودوکت، محصولات لبنی که مربوط به شیر و ماست هستش اینجا. حالا یه سری نوشیدنی هاشون هم هستش که مثلا مثل شیر توت فرنگی، شیر موز و اینا هم اینجا آماده گذاشتن که هر کسی خواست تهیه کنه. شیر میوه، بعد اینجا دیگه ماستاشون هست با چربی‌های مختلف. ماست میوه خیلی دوست دارم، مخصوصا بچه‌هاشون خیلی استفاده میکنم. دیگه خامه و ماست خامه‌ای. اینجا قسمت نونهاشون هست. اینجا نونهاشون رو به این صورت میفروشن توی سوپرمارکت های بزرگ که انواع اقسام نونها رو پختن. شما خودتون میرید اینجا دستکش برمیداری، بعد یه دونه از این پاکت ها رو برمیدارید و هر کدوم از نونهایی که دوست داشتید، انواع اقسام نونها با طعمای مختلف، حالا از مغزیجات مختلف روش استفاده کردن. نونهای کروسان هست اینجا هم همینطور بیو هست و نونهای ساده، حالا یا با گندم، با سبوس، نونهای با سبوس، نونهای بدون سبوس. اینجا از این دوناتای خب حالا رنگی، حالا بچه‌ها دوست دارن، با پودر نارگیل، قیمتش هم گذاشتن. فقط حتما باید دستکش بکنید و نونی که میخواید رو اینجا برمیدارید و داخل سبدتون میذارید. خب دیگه اینا معمولا این نونایی که این قسمت هستش خب خیلی نونای تازه و روزانه هست، هر روز صبح پخت میشه و اکثرش رو اینا رو خریداری میکنن و خیلی معمولا داغ و تازه هستش. ولی خب یه سری نونا هم هست اینجا هست بسته‌بندیه، مثل نونای توسته که کسایی که خواستن اینا رو استفاده میکنن. اینا هم سبوسدار و بدون سبوس هستش. اینجا بخش تخم مرغ هست. خب اینجا انواع اقسام تخم مرغ ها بیو و غیر بیو هست و همینطور تخم مرغایی که مثلا حالا فضای باز بودن مرغ ها و حالت طبیعی تر هستش و بعضی هم حالت کارخونه ای هستش. قیمتش هم اینجا زده. مثلا این تخم مرغ 10 تایی هستش که اینا هم تخم مرغاشون خب تازه و روزانه هستش، استفاده میکنن. مثلا این تخم مرغاشون گرونتر هستش. فرایلند حالت در فضای باز بوده، پرورش پیدا کردن و تخم مرغ محصول اونجا هستش. این قسمت بیشتر کسایی که میخوان حالا کیک بپزن، شیرینی بپزن، اینجا همه پودرای آماده کیک، وانیل، خامه های آماده اینجا میتونن استفاده کنن و بخرن حالا برای تزیین روی کیک. یه همه اینا رو این قسمت گذاشتن. سس شکلات کسی بخواد بریزه روی کیکش، یا پکین پودر، وانیل و چیزهای دیگه. اینجا بخش نوشیدنی هاست. انواع آب میوه، آب میوه‌های اسانسدار. خب اینجا
یه چیزی که هست توی آلمان، یه سری آباشون هستش که با گاز هست، یه سری از آباشون هست نه بدون گاز. حالا اگر با گاز باشه روش می‌نویسه مدیوم، ولی اگر که بدون گاز باشه اصطلاحاً میگن گازهای آبهای اشتیل، یعنی بدون گاز. اینجا هستش مثلا اینجا نوشته پنی مینرال واسر اشتیل اینبگ، هر یه دونه ایش 1.5 لیتریش میشه 27 سنت. بعد خب اینا 27 سنت روش نوشته اینجا 25 سنت هم فاند، جمعا میشه با هم 52 سنت. ولی خب بعدا میتونید اینجا بیاید داخل دستگاه 25 سنت رو پس بگیرید، یعنی حالا اونجا رو بهتون نشون میدم که کجا فاند بطری ها رو میگیرم دیگه. اینجا آبای دیگه شون هست، آبای کوچیک‌تر نیم لیترشون 14 سنت که اینا همشون فاند 25 سنتی داره. اگر یک بطری فاند داشته باشه اینجا این علامت روش هستش، یعنی که بازیافت داره و باید توی دستگاه بذارید تا بتونید فاندش رو به صورت پول دریافت کنید. اینجا دیگه نوشیدنی دیگه شون هست، آبجوهاشون هست، بیر برلینا کیند. من بعضی موقع یه چیزی رو تلفظش رو اشتباه میگم دیگه، حالا دارم همینطور که فیلم میگیرم یه مقدار حالا ممکنه که کلمه رو اشتباه بگم. اینجا آب پرتقالای هوهسی، حالا مثلا اینه که میخوان مهمان دارن این موقع میخوان آب میوه آماده دیگه از اینجا میان تهیه میکنن. اینجا همه آبجوهاشون هست، اینه که خیلی حالا بیر به صورت قوطی قیمتاشون. نوشیدنی های دیگه شون، آب سیب، میکس چند میوه، حالا آب هویج و میکس با چند تا میوه دیگه، آب میوه‌های نکتارشون اینجا همش هستش. یه چیزی که هست خیلی من میبینم خیلی نوشیدنی خیلی مصرفشون بالاست، خیلی زیاد نوشیدنی میخورن، مایعات نوشیدنی خیلی زیاد اینجا میخورن، همش عادتشونه مثلا اینا رو باکسی خرید میکنن، زیاد مایعات میخورن اینجا. اینجا غذای سگ و گربه هاشون هست، کسایی که گربه خونگی سگ دارن اینجا میان تهیه میکنن. لوکی کت. من اینجا غذای سگ نمیبینم، بیشتر همشون عکس گربه گذاشتن. آها اینجا غذای سگ هستش. آره اینجا که خب دیگه خیلی هم به حیوانات که خیلی علاقه دارن و اکثرشون خب حیوان خونگی رو دارن و اینجا نوشته تیر ناقونگ، غذای حیوانات فکر میکنم معنیش ناقونگ. خب اینجا پیتزاهای آماده شون هست، این مارک بیو هست که با پنیر موزارلا و اسفناج نوشته روش موزارلا اشپینات و سس گوجه، خیلی خوشمزه است این پیتزاشون. قیمتش هم $2.99 یه دونه پیتزا. مارکای دیگه شون هم هست و با طعمای مختلف پیتزاشون.
مارک واگنا. خیلی آلمانی‌ها اینا رو خیلی میخرن. حالا با این گوشت خوک و من چون خودم خیلی پیتزا نمیخورم بیشتر همون مارک بیرو رو بدون گوشت و بدون پروتئینش رو میگیرم. اینجا مارک های دیگه پیتزا گذاشتم. پیتزای پپرونی، پیتزای سایز بزرگتر با طعمای دیگه. اینجا بخش دیگه از نوشیدنی‌ها هستش، بخش واین و حالا شراب ها هست که شراب قرمز، شراب سفید. کسایی که میخوام تهیه کنم میان این بخش. اینجا بخشی هست که بطری‌های فاندشون رو میذارن داخل دستگاه و برگه رو از اینجا دریافت میکنن. اینجا بطری‌های خالی که بهتون گفتم که روش عکس فاند هستش که مثلا ریسایکل میشه، اینجا میذارن بطری رو و بعدش اینجا از اینجا بونش رو دریافت میکنم. به ازای هر بطری 25 سنت هستش.